گناه چیه؟ فرقش با اشتباه چیه؟ ما کجا داریم گناه میکنیم و کجا داریم اشتباه میکنیم؟ اصلا باید گناه کرد؟ و اگر آره چرا باید گناه کرد؟ امروز میخوایم از دید روانکاوی و فلسفی به داستان گناه بپردازیم و این موضوع رو از اشتباه جدا کنیم و در موردش کلی با هم دیگه صحبت کنیم. اگر به این موضوع علاقه دارین همین سابسکرایب رو بزنید، لایک رو هم بزنید، تیزر رو ببینیم، بریم بیایم. سلام، خیلی خوش برگشتین به کانال خودتون. من سروش هستم، اینجا هاوس آف سایکو هست و با قسمت دیگه ای از مجموعه روانکاوی بی پرده در خدمت شما هستیم. همونجور که متوجه شدین امروز میخوایم به مسئله گناه در دید فلسفی و روانکاوی بپردازیم و از دیدگاه فروید، لکان و یونگ به موضوع گناه بپردازیم و بررسیش کنیم. پس بیشتر از این صحبت نکنیم، بریم برای قسمت اول و گناه از دیدگاه فروید. همون جوری که میدونید من قبلا هم توی ویدیوها به کرات گفتم از دیدگاه فروید روان ما 3 ساحت مختلف داره: اید، ایگو و سوپر ایگو. اید نماینده لذت در روان من هست که لذت رو به شکل آنی و به صورت عریان میخواد و سوپر ایگو نماد اون قسمت وجدانی من است که میگه به هیچ وجه هیچ لذتی نباید وجود داشته باشه و هر گونه لذتی رو محکوم میکنه. پس با این صحبت گناه از کجا میاد؟ از اون میلی که من به لذت بردن دارم. پس میل یعنی گناه. من میل داشته باشم یعنی گناه کردم و سوپر ایگو میاد در مقابل من قرار. از نظر فروید این میل از 2 تا سائق یا غریزه میاد: غریزه جنسی و غریزه پرخاشگری. و این 2 تا هم گناه دیگه، خودمون میدونیم از نظر اکثر ادیان، اکثر جوامع رابطه جنسی گناهه و پرخاشگری هم گناه. اما داستانی که اینجا اتفاق میفته، فروید میاد میگه که گناه ما از 2 بخش میاد. یک، اون عقده اودیپ ما و میل به رقابت من با پدر و پیروزی من بر پدر و کشتن پدر من. و دوم، از میل جنسی من میاد یا اون میل اولیه من به مادر، نیاز به همبستری با مادر و به دست آوردن مادر. پس چه اتفاقی داره اینجا میفته؟ ما 2 تا سائق خیلی قوی رو داریم که سوپر ایگو داره محکومش میکنه و این محکوم شدن و نیاز اید باعث یک سری اضطراب‌ها در سطح خودآگاه من میشه. میبینیم میل جنسی یک گناهه، بروز خشم یک گناهه و پیروزی هم، میل به پیروزی هم یک گناهه. حالا چه اتفاقی میفته اینجا؟ توی میل جنسی سوپر ایگو میاد میگه هیچ میل جنسی نباید وجود داشته باشه. توی خشم میاد میگه هر گونه بروز خشم یک گناهه، نباید خشم تو بروز بدی و میاد با مکانیزم های این رو سرکوب میکنه، انکار میکنه. و پیروزی هم یک گناهه. پیروزی یعنی چی؟ پیروزی از دید و ساحت سوپر ایگو یعنی اینکه من یک رقیب رو از بین ببرم، بر پدر نمادین، بر نظم اولیه پدر پیروز بشم و موفق بشم. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که اینجا میفته، من میام بر علیه اون نظم نمادین یک شورشی رو انجام میدم. میام چی کار میکنم؟ میام اون گناه رو انجام میدم. سوپر ایگو میاد با من مقابله به مثل میکنه و یک اضطراب اخلاقی رو توی سطح خودآگاه من به وجود میاره و من تنبیه میشم. بعد از اینکه تنبیه شدم دوباره برای لذت بعدی قدم بزرگتری رو برمیدارم و یک لذت بیشتری رو میخوام ببرم. میتونیم به گفته خود فروید اینجوری بیانش کنیم: من فالوسم رو، نماد چیزم رو، قدرتم رو، تسلطم رو عریان میکنم. سوپر ایگو یا جامعه یا نظم نمادین قبلی
منو اخته میکنه. سری بعد من برای پیروز شدم با یک فالوس بزرگتر به جامعه دوباره حمله میکنم، به سوپر ایگو دوباره حمله میکنم و من در این چرخه گیر میکنم، بین میل و ملال سرکوب میشم. اما اتفاق دیگه ای که میفته از دیدگاه فروید، اون اضطرابی بود که در مورد گفتم وارد خودآگاه من میشه. من برای اینکه این اضطراب رو کاهش بدم میام از گناه معنی زدایی میکنم. چی کار میکنم؟ میام به روابط جنسی متعدد پناه میبرم، میام به اعتیاد پناه میبرم، به افسردگی پناه، به انزوا و افسردگی پناه میبرم و رفتارهای اینجوری. چرا؟ چون میخوام اون اضطراب برای من انقدر سنگینه، اون فشار انقدر به من زیاده که من مجبور میشم برای اینکه اون اضطراب رو در خودم از بین ببرم معنی این گناه رو تهی کنم. پس نتیجهش میشه اعتیاد، افسردگی، روابط جنسی خارج از محدوده و چارچوب و بیش از حد و غیره. لکان میاد یه خورده، ببینید ساحت‌های لکان، اساس ساحت لکان 3 ساختار هست: ساختار نمادین، ساختار خیالی و ساختار واقع. میاد میگه که ما توی ناخودآگاهمون، تو ساحت خیالیمون پازل هایی رو برای خودمون درست میکنیم. یعنی چی؟ میگیم سکس چیه؟ زندگی چیه؟ خوردن چیه؟ خوابیدن چیه؟ برای خودمون یک سری پازل های کوچولو کوچولویی رو درست میکنیم. این پازل ها میان تو سطح نمادین ما و تبدیل به میل میشن. اینجا لکان میگه که گناه فقط زمانی وجود داره که میلی وجود داشته باشه. میل یعنی یک شورش علیه نظم واقعی، نظمی که ما توی دنیای واقعی داریم. نظم دنیای واقعی به ما چی گفته؟ گفته رابطه جنسی فلانه. پس من با گناه کردن، با میل به رابطه جنسی داشتن، میخوام علیه این نظم یک شورشی رو انجام بدم. تو جامعه ما میگن مست بودن، شراب خوردن گناهه. من چیکار میکنم؟ من با مصرف شراب، با مصرف مواد الکلی سعی میکنم شورشم علیه این نظم رو نشون بدم. به من میگن سیگار کشیدن فلانه، من با سیگار کشیدن میخوام علیه این نظم واقعی یک شورشی رو انجام بدم. پس چی شد؟ گفتیم لکان میگه میل یعنی تهدید کردن نظم واقعی. پس بر اساس گناه، بیس گناه میله. من با گناه کردن به این میل پاسخ میدم و در مقابل جامعه به من بازخورد میده، من رو هل میده عقب، با من برخورد میکنه، یا به عبارت دیگه همون نماد دوباره به من حمله میکنه و میاد به من میگه که این تجربه تو، این اضطراب رو باید برای تو به وجود بیاره. چرا؟ چون جایگاه تو در نمادها این نبود. الان میخوایم بازش کنیم. من میخوام وارد یک کار جدید بشم. نسبت به اون کار میل دارم، اون کار خیلی درآمد خوبی برای من داره، ولی من ازش فاصله میگیرم، سمتش نمیرم. چرا؟ چون میگم من لیاقت این کار رو ندارم، لیاقت این پول رو ندارم. پس میخوام بر علیه خود امروز خودم یک شورشی رو انجام بدم و نظم نمادین من به من میگه جایگاه تو در این نظم این نیست و من رو عقب میزنه. میخوایم بریم تو مفهوم اشتباه. اینجا من اگر موافق نظم نمادین پیش برم اشتباه کردم.
ولی اگر گناه رو انجام بدم، شورش رو انجام بدم، به سمت اون نظم نمادین، به سمت اون شورش علیه نظم نمادین برم، گناه کردم. گناه از دید لکان همیشه باید اضطراب‌آور باشه. چرا؟ چون یک شورشه. یک نظم رو در روان خودت داری زیر سوال میبری. یک موضوعی که بهش ابسس داری رو داری زیر سوال میبری. من نمیتونم برم جلوی جمع صحبت کنم چون ممکنه خراب کنم، ممکنه نتونم، ممکنه خیلی هم عالی باشه یا هر چیزی. اگر نرم جلوی جمع صحبت کنم اشتباه کردم. برعکس اونی که من با تمام اضطراب خودم، با تمام استرس خودم کنار بیام، برم جلوی جمع بایستم صحبت کنم و بخوام بیام پایین، اینجا شورش کردم. وحشتناکه. کسایی که برای اولین بار رو صحنه رفتن اینو میدونن. اضطراب فوق‌العاده وحشتناکی داره. اصلا یه جاهایی بدنتون یخ میکنه، نفستون بند میاد. اما اشتباه کردن اینجوری نیست. اشتباه کردن تهش خب نشد دیگه، تموم شد. ولی گناه کردن اضطراب آور. پس چی میگه لکان؟ لکان میگه گناه یک نافرمانی هست که بر علیه آن دیگری بزرگ انجام میدی. آن دیگری بزرگ چیه؟ قوانین هستن، نظم هست. پس هر شورشی که ما علیه آن دیگری بزرگ بخوایم انجام بدیم میشه یک گناه. بریم قسمت بعد. خیلی خب، تا اینجا آقا فروید و لکان اومدن کلی گناه رو کوبیدن و گفتن که گناه فلان است و گناه چنان است. اما یونگ کلا نظرش راجع به گناه متفاوت. یونگ چی میگه؟ یونگ میاد میگه ما بخشی رو داریم به نام سایه و بخشی رو داریم به نام پرسونا. این پرسونای ما نقابی هست که من روی صورتم میذارم. من روانشناس، من پرستار، من مؤدب، من خوش کلام، من هر چیزی. اما سایه یک شورش درونی ناخودآگاه هست علیه این منهایی که من برای خودم میسازم. پس از نظر یونگ گناه از سایه من میاد. یونگ میگه که در جامعه امروزی ما اون وجهه نورانی ما، پسر مؤدب، دختر مؤدب، دختر نجیب، نمیدونم دانشجوی فلان، فرد معنوی و غیره، خیلی مورد توجه قرار میگیره و اون وجه تاریک ما، سایه ما، به شدت سرکوب میشه و گناه کردن یعنی شورشی علیه آنچه که میتوانم باشم. من میتونم یک معشوق عالی باشم، من میتونم یک سخنور عالی باشم و این رو دارم انکار میکنم و سایه من چون میدونه من میتونم این باشم. اصلا بذار راجع به رابطه جنسی بگیم. من میتونم با این دختر تو رابطه باشم و رابطه خیلی خوبی هم داشته باشم، اما نظم من، اون نقاب من به من میگه نه، این در جایگاه تو نیست، این در این مناسب تو نیست و غیره. چه اتفاقی میفته؟ اینجا اون ابژه برای من انقدر لذت بخشه که ناخودآگاه من رو از نزدیک شدن بهش دور میکنه. اما اینجا سایه من که میدونه من میتونم با این فرد باشم، لذت زیادی هم ببرم، میاد علیه من شورش میکنه و یک اضطراب رو به من وارد میکنه. پس اینجا گناه شد شورش سایه علیه اون چیزی که میتونه باشه ولی من بهش اجازه نمیدم. یونگ میگه که لازمه رشد گناه کردن. یعنی چی؟
چرا؟ لازمه رشد، لازمه تحول روانی گناه کردن. یونگ میگه ما تو مسیر فردیت خودمون به جایی و نقطه‌ای میرسیم که باید با تمام ترس‌ها و سایه درونی خودمون مواجه بشیم. دو راه رو میتونیم انتخاب کنیم. یا اینکه انکارشون کنیم که میشه حسادت، حسرت، انزوا، طرد و غیره. یا اینکه میتونیم باهاشون مواجه بشیم، درشون حل بشیم. یعنی این سایه ما اون سروشی هست که از لذت جنسی لذت میبره. این سایه من اون سروشی هست که دوست داره بره تفریح. این سایه من اون سروشی هست که دوست داره یه سری کارهای خاصی رو انجام بده. اما چون جامعه به من گفته رابطه جنسی بده، مست بودن بده، نمیدونم درس نخوندن و تفریح، درس نخوندن به جاش تفریح رفتن بده، این رو میام چیز میکنم، نادیده میگیرم و میفرستمش پس ناخودآگاه. ببینید اینی که دارم میگم، نه اینکه بزن بریم جلوتر دقیق متوجه میشیم منظور من از مستی و رابطه جنسی و اینایی که دارم میگم چیه. نگید فلانی گفتش که برید عرق بخورید مست کنید حالشو ببرید. توی بخش اصالت گناه کامل این تیکه رو براتون توضیح. از نظر یونگ ما باید به اون سمت نیمه تاریک خودمونم حرکت کنیم، به سمت حسرت هامون، هرس هامون، میل هامون و اون نیمه تاریک وجودمون رو به رسمیت بشناسیم. من یک انسانم و حق دارم حسادت کنم، حق دارم رقابت کنم، حق دارم هرس بزنم، حق دارم عاشق باشم. خب پس اینجا گناه مفهوم دیگه‌ای پیدا کرد. مواجهه نکردن با این گناه ها، نشناختن این گناه ها مانع رشد و از نظر یونگ حل شدن در گناه، رسیدن به گناه و به رسمیت شناختن گناه، اصلا خود گناه نیروی محرکه رشد روانی و فردیت من است. میتونیم اینجا یه جورایی اشاره کنیم به اسطوره بابا یاگا. ببینید بابا یاگا روسی یه پیرزنی هست که هم قهرمان‌ها رو به سمت مرگ سوق میده، هم به سمت پیروزی. این شمشیر دولبه گناه. چرا؟ اصلا بابا یاگا خود گناهه. ببینید ساختار دوگانه‌شو. وقتی ما توی تحلیل‌های سطحی بهش نگاه میکنیم که آره این میتونه این کارو کنه، ولی اون جایی که قهرمان رو به سمت مرگ سوق میده، یعنی اینکه برو با سایت مواجه، یه جور سنگ محک راستی آزمایی قهرمان هست. آیا میتونی بر این مرگ پیروز بشی؟ هر سایه من، هر گناه من یک مرگه. من با این مرگ مواجه میشم، پیروز میشم و میام بیرون. با مرگ بعدی، با خطر بعدی، با دشمن بعدی مواجه میشم، یا هلاک میشم یا اینکه درش پیروز میشم. اینجا جایی هست که این گناه نکردن باعث حسرت میشه. من میتونستم برم فلان موتور رو بخرم، حال کنم باهاش، سرعت 160 تا برونم و یه نفر ببینی خب میمردی. ولی قرار نیست با هر گناهی من بمیرم. آیا این لذت رو تجربه کردی؟ آیا این گناه رو تجربه کردی؟ آیا موسیقی که دوست داشتی رو رفتی توش و حتی اگر موفق نشی تجربهش کنی و دیگه حسرتش رو نخوری؟ اینجا فرق بین گناه و اشتباه بیشتر مشخص میشه. جایی که شما گناه نکنی میشه حسرت و جایی که اشتباه کنی میشه حسرت. فرق گناه و اشتباه اینجا این. گناه خیلی گنده تر از اشتباهه. گناه اون میل ناخودآگاه منه که اینجوری سیخونک میزنه بهم که برو این کارو کن، برو این کار، من اینو میخوام، من اینو میخوام. و وقتی من بهش از فلان دختر خوشم میاد نمیرم باش صحبت کنم.
حتی اگر جوابش منفی باشه. و این حسرت تا ابد در ذهن من میمونه که شاید نمیگم. من میخوام فلان مهمونی رو برم و نمیرم به هر علتی. این بعدش میشه برای من حسرت. شاید میرفتم و فلان بازیگر رو میدیدم، فلان چیز رو میدیدم و نرفتم و ندیدم، شد حسرت. من میتونم الان برم شمال، چه میدونم ایتالیا، هر جایی، پولشم دارم نمیرم. چرا؟ چون از سفر میترسم، از اون محیط جدید میترسم، از مهاجرت میترسم یا هر چیزی. و بعد در طول سالیان این میشه برای من حسرت که من میتونستم ولی نرفتم. خیلی خب، پس گناه رو از سه وجه اومدیم بررسی کردیم. حالا بریم سراغ اصالت گناه. ببین دوستان، همونجور که میدونید من خیلی یونگی به داستان نگاه میکنم. از نظر من گناه اصالت وجودی انسانه. یونگ چی میگه؟ یونگ میگه که وقتی به آسمان شب نگاه میکنید، به آسمان تاریک نگاه میکنید، اون بخش سیاه، بخش تاریک جبر ما تو زندگیه. اما اون ستاره هایی که میبینید اختیار ماست. ما جایی که گناه میکنیم در اصل داریم اختیار خودمون رو به جبر دنیا نشون میدیم. نیچه چی میگه؟ نیچه میگه که بزرگترین گناه در ادیان مستی و عشقه. عشق رو اگر به مثابه رابطه جنسی بدونیم و مستی رو اگر برخوردمون با ناهوشیار و ناخودآگاهمون، عریان شدنمون در مقابل خودآگاهمون بدونیم، پس ببینید ما 2 تا گناه خیلی عمده داریم: عاشق شدن و عریان شدن. عاشق کسی بودن یک گناهه، عریان شدن، عریان کردن روانمون در مقابل خودمون یک گناه دیگه است. ما در اصل با گناه کردن داریم اون فوران ناخودآگاه خودمون رو میریزیم بیرون و با عاشق شدن داریم نظم تلخ دنیا رو به چالش میکشیم. دنیایی که از روز ازل به ما گفته تو تنهایی و تنها خواهیم. و من با این عاشق شدن دارم به این نظم بزرگ دنیا دهنکجی میکنم. من با عریان شدنم دارم به قانون ادیان، قانون اجتماع، قانون حکومت دهنکجی میکنم. ادیان چی به ما میگن؟ ادیان به ما میگن که این شریعت یعنی راه و راه رسیدن تو به رشد، به بهشت. بهشتی که توش مستی و گناه و عریان شدن و عاشق شدن و حوری بهشتی خوردن و غیره آزاد. الان نکن تا بری اونجا بکنی. اما وقتی به فلسفه اساسی دین ها میریم، به عمق این فلسفه میریم، میبینیم که این دین ها اومدن این راه شریعت رو گذاشتن تا نظم اجتماعی رو به نظمی که امروزه ما داریم توش زندگی میکنیم برسونن. ما در جوامع یونان قدیم، نوردیک قدیم، بین النهرین قدیم، قوانینمون این نبود. قوانین این بود که تو حق داری زندگی کنی در این جایگاه، به هر چی میخوای در این جایگاه به اون چیزی که میخوای برسی. رابطه جنسی گناه نیست، مست بودن گناه نیست، چیزی به جز گرفتن جون یک نفر، دزدی کردن و غیره گناه نیست. اونجا تو نهایت شورشی که میخواستی بکنی این بود که عشق ازلی و ابدی خودتو پیدا کنی و به مرگ برسی، اینو تو بوته آزمایش بذاری تا بهش برسی. حالا اینجا ما میایم اصالت گناه رو میاریم مثلا. چقدر گناه هامون اصیلن؟ آیا
گناه تو، عشق تو انقدر اصیل هست که بخوای در این حد براش شورش کنی؟ چرا گناه های امروز ما دیگه اصیل نیستن؟ چون من نوعی الان میخوام به یک رابطه جنسی برسم، اصالت میلم به اون دیگری بزرگ برام مهم نیست. دیگری های کوچک رو میارم، روابط جنسی کوچک رو میارم، میلم رو ارضا میکنم و گناه رو برای خودم بی ارزش میکنم. اینجا جایی هست که وقتی یک میل واقعی برای من به وجود میاد، من دیگه جسارت حمله کردن، جسارت مرگ در اون ابژه رو به خودم نمیدم. این جوامع قدیم که میگم انقدر قوانین دینیشون کم اهمیت بود ولی قوانین انسانیشون پر اهمیت بود. امروز چه اتفاقی افتاده؟ من صرفاً پول تو جیبم باشه به هر کدوم از اینها که بخوام میتونم برسم. چیزی به نام طبقه اجتماعی سد راه من نمیشه. اون خاویار رو من میتونم بخورم، اون دختر با اون ویژگی های خاص رو میتونم به دست بیارم با عمل جراحی و غیره، اون پسر با اون فلان، اون غذا، اون هر چیزی رو حداقل یک بار میتونم در زندگیم تجربه کنم. پس اصالتی توی میل من وجود نداره و میل من رو به میل جدیدتری دارن منتقل میکنن. آیفون 16 اومد، الان تا میام اوکی بشم بگم ایول آیفون 16 رو گرفتم و برم ببینم حالا چی میخوام از زندگیم، آیفون 17 میاد. آیفون 16 رو میفروشم، 100 میلیون میذارم روش، میرم یه آیفون 17 میخرم. تا میام اینو در خودم حل کنم و به لذت‌های دیگم فکر کنم، آیفون 18 میاد و من سرگرم آیفون 16 17 18 میشم. الگوی من میشه پسری که آیفون داره، دختری که اندرویدیه. الگوی من میشه پسری که پراید داره کنسل، دختری که چینی سواره کنسله. الگوهای لذت، الگوی گناه من رو بیارزش میکنن و یک گناه گوگولی مگولی به من تحویل میدن تا هیچ وقت به اون اصالت گناه خودم پی نبرم. عملا میافتیم هممون تو اون چرخه فرویدی بود که اول گفتم، گناه میکنم، سوپریگو عقیمم میکنه، اختم میکنه، میرم یه گناه بزرگتر کنم تا لذت بیشتری ببرم. ولی اگر یه نفر باشه که آرزوی آیفون 6 رو داشته باشه و دیگه بعد از آیفون 6، بذار اینجوری بگم، شما میری خونه یه نفر یه عتیقه رو میبینی که همون یه دونه ازشه. وقتی که اون عتیقه رو به دست میاری، هر بار که از در خونه میای تو بهترین جای خونه اول میذاریش، توی گارد محافظی میذاریش و با دقت ازش محافظت میکنی. اما آیفون 16 17 18 تو جیبت روزی 10 بارم زمین میخوره، برات مهم نیست. گناه اصیلتون رو پیدا کنید. با دیگری های کوچیک این گناه بزرگتون رو بیارزش نکنید. گناه که بیارزش بشه چیزی میل شما رو بالا نمیاد. همین. تو ویدیوی بعدی اگر بحثش پیش بیاد بیشتر راجبش صحبت میکنم. شاید جاهایش بود که فراموش کردم و سوالی داشتین تو کامنت ها بپرسین. بچه ها بیاین توی کانال تلگرام، اونجا هم صحبت های جالبی میکنیم. بعضی وقتا میتونین اونجا هم کامنت بدین، یه سری صحبت های متنی کوچولو میشه و شاید به زودی کتابم هم اونجا به صورت PDF منتشرش کردم، چون بعید میدونم به این راحتی ها بشه چاپش کرد، یه مقدار لحنش آدلته. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. تا ویدیوی بعدی خدایا رو نگهدار.